چیزی که منو بعد از یه هفته پر از سردرد و خستگی ناشی از کار با وسایل الکترونیک و مانیتور نجات داد، سم‌زدایی دوپامین بود. برای خیلی دوپامین دیتاکس یا سم‌زدایی دوپامین نقش ریست کننده تمرکزشونه تا بعدش برن دنبال هدفشون رو بهتر کنن. پس برای هر کس متفاوته. ممکنه برای یکی ایجاد کننده یه آرامش درونی باشه تا بتونه برای چیزایی که داره سپاسگزار باشه. اما برای من دوپامین دیتاکس یه ریست سنگین 7 روزه است که قرار نیست ماها انجام بشه، چون قرار یه شوک به سیستم وارد کنه، اونم برای یه دوره کوتاه. پس میتونید بهش روزه دوپامین هم بگید. قاعدتا هر کس قوانین و ستونای خودشو برای دوپامین دیتاکس داره، اما اگه میخوای این کار رو انجام بدی، من بهت این 4 تا ستون رو پیشنهاد میکنم. ستون اول، محدود کردن اسکرین تایمت به 1 ساعت. کاملا واضح. ستون دوم، خبری از یوتیوب، اینستاگرام یا تیک تاک نیست. میدونم ممکنه الان با خودت بگی که من دارم این ویدیو رو توی یوتیوب میبینم و این یه چیز آموزنده است. قبول دارم، توی یوتیوب میتونی الماس پیدا کنی، اما بیا صادق باشیم، 95% محتوایی که توی یوتیوبه، حتی اگه راجع به معرفی محصول یا تکنولوژی باشه، چیز آموزنده‌ای برای تو نداره. پس سرگرمی حساب میشه. ستون شماره 3 که کلا باید ترکش کنی، فیلم‌های پورنه که انرژی زیادی رو هدر میده، مخصوصا توی مردا. ستون 4، 10 دقیقه مدیتیشن در روز. همین زمان کم 10 دقیقه به مدت 7 روز باعث میشه که شما در نهایت احساس استحکام درونی بیشتری داشته باشین. یه زمانایی بوده که اسم می‌کردم روال نیستم یا تمرکزم خوب نیست و یادم میافتاد که 2 هفته است که مدیتیشن نکردم. میخواستی چی بشه نادون؟ و بعد از 7 روز بهتره که شما جای پای یه سری از این کارا رو محکم‌تر کنید و اونا رو به عادت تبدیل کنید. که من اومدم اینو یه لول بردم بالاتر و برای خودم پروتکلی به نام حالت راهبه رو ایجاد کردم که به زودی راجبش یه ویدیو براتون میذارم. پس به هر حال چه تصمیم داشته باشی که تمرکزت رو افزایش بدی، یا توی بازه زمانی کم وزن کم کنی، یا سنگین ورزش کنی، یا مثلا خود من وقتی که حس می‌کنم مود پایینی دارم، یا برای چیزایی که دارم سپاسگزار نیستم، برای هر چیزی که می‌خوای امتحانش کنی، این یه وسیله بسیار قدرتمنده. پس حتما امتحانش کن، یا اگه قبلا امتحانش کردی تجربهاتو برام توی کامنت بنویس.